در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروق جمع‌آمد تنتنوی روز دعوتشونده برگزار گردید. مراسم ادانه سفربرسازی جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان در دعوت بهاری سال 2021 به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در فضای متنتن 2 اپریل در میدان پرچم دولتی دایر شد. در مراسم سفربرسازی جوان پسران شهر و نواحی ولایت سابقه‌داران مهنت و پدر و مادران عسکر بچه‌های خود اختیاری با شعار و آوازه‌های ترنم کننده آرمان‌های اجدادی و گرامی داشتن ارزش‌های والای انسانی اشتراک کردند. حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق وابسته به حفظ استقلالیت و آزادی وطن محبوبمان، حمایت صلح و ثبات، منفعت‌های ملی، تامین نمودن امنیت دولت و جامعه و ولایت قانون وظیفه‌های بسیار پرمسئولیت گذاشتند. من ساکن شهر خاروق هستم. با خواهش خود امروز به عسکری میروم. من خود را برای خدمت آماده نمودم و خوب میدانم که خدمت حربی پیش از همه اراده متین، دانش و معرفت، صداقت و صمیمیت به خلق و وطن است. برای این وطن، برای این مردم، برای پرزیدنت خود به خدمت میروم. محض همین جسارت و متانت سربازان و افسران تنومند ارتش ملی است که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن ملاقات با نظامیان تاکید داشتند که افسران و سربازان قواهای مسلح کشور که در طول قریب 30 سال سپری شده از بسیار امتحانات و آزمایش‌های سنگین و مرکب سربلندانه گذشتند، رسالت کسبی و قرض وطن دوستانه و شهروندی خود را منبع نیز با شرافانه اجرا میکنند. از این لحاظ هر یک جوان همت بلند زاده استقلال کشور باید قرض شهروندی خود را در نزد دولت و ملت با خدمت صادقانه و رفتار نمونوی بهر ثبات کامل تاجیکستان عزیز روانه سازد. بعد ملاقات سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با فعالان ولایت ماه آگوست سال گذشته ثابت گردید که جوانان شهر و نواحی ولایت در اجرای رسالت وطنداری استوار بوده. مراتبه ششم است که در مقیاس جمهوری اولین شده از اجرای دعوت بهاری مژده می‌دهند. در کورس یکم ماجستراتور تحصیل می‌نمودم. با اختیار خود تصمیم گرفتم که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته خدمت وطن مادر رو اجرا نمونم. برای ما جوانان هر یک وجب خاک عزیز است و از همین سبب نوابسته از مشکل‌های جای داشته در کدام منطقه‌ای که نباشه رفته خدمت وطن مادر رو اجرا می‌نمایم. من با اختیار خودم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم و مقصد اساسی من این است که برای هر یک پارچه خاک وطن خود خدمت صادقانه خدمت نمایم. جوانمردان خودشناس ولایت با اقدام شایسته خود برای دیگر جوان پسران مملکت نمونه عالی انسان دوستی و میهن‌پرستی خود را اثبات کردند. در جمع‌آمد تنتنوی سفربرسازی جوانان ولایت به صف قواهای مسلح مملکت که به یک عید حقیقی ساکنان بام جهان تبدیل یافته است، شکوه و جلال خاصه ضم نمود. از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، رهبرت ولایت یادگار فیضov فرزندان پرچمبردار این سرزمین را که با نیت دل بهر ادای قرض وجدانی خود در نزد وطن مادر خدمت حربی را پیشه کار خود نمودند سپاس به پایان گفت. قطع شد که این تشبث نجیب جوانان سربلند و با وقار ولایت را از سالگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بارها برای دیگر شهر و نواحی جمهوری نمونه عالی وطن دوستی معنیداد کردند. من امروز سردار ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان هستم و فرزندم مردف عبدالله آدینشایویچ دانشگاه دولتی شهر خاروق را با بهای 5 ختم نمود و از آن افتخار میکنم که صاحب معلومات عالی گردید و امروز فرزندی من در ماجستراتور خوانده ایستاده است و ضرورت شد پیدا شد همین خیلی امکانیت که امروز منفعت دولت و ملت از دیگر منفعت‌ها بالاتر می ایستد و فرزند من با خواهش خودش اختیاراً به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان روانه می‌گردد. من از آن افتخار دارم که امروز فرزند من اختیاراً به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان می‌رود. به همه خدمتیان دولتی، به همه پدر و مادر مراجعت کرده میگویم که فرزندانشان را در روحیه انسان دوستی، وطن دوستی، افتخار ملی، هویت ملی تربیت نمایند و فرزندان خودشان را اختیاراً برای منفعت دولت و ملت برای حمایت مرز و بوم تاجیکستان عزیز روانه نمایند. مرد جسوری و صاحب معلومات عالی بودن اکثریت جوان پسران ولایت است که آنها در صفهای ارتش ملی باریای آیین‌نامه‌های حربی و صادق بودن به سوگند یاد نموده خود در اجرای رسالت انسانی شایسته تحسین آفرین میباشند. مراتبه ششم است که شورای سال 2018 تا به امروز جوانان ولایت در دعوت‌های بهاری و تیرماهی همساله در اجرای بیچون و چرای فرمان سرفرمانده
سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در نزدیکترین فرصت سربلندانه و صفتناک اجرا می‌سازند. من ساکن نویه شغنان امروز افتخار از اون دارم که فرزندم در قطار دیگر عسکر بچگان خود اختیاری به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر کرده می شود و با اطمینان کامل گفته می توانم که فرزندم سربلندانه خدمت را ادا نموده هر یک مرز و بوم وطن خود را صادقانه حفظ می نماید و شکرگزار آن هستیم که در دولت تاجیکستان زندگی میکنیم که دولت ما همه وقت صلح و آباد و آرام است. این افتخار مادران تاجیک است. این از آن گواهی می‌دهد که پیوسته گذراندن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی میان ختم کنندگان صنف‌های بالای مؤسسات تحصیلات میانه عمومی شهر و نواحی ولایت و مسئولیت بلند والدین دعوتشوندگان است که در پرتو سیاست سازنده حکومت مملکت برای حمایت مرز و بوم مقدس کشور کمر همت می‌بندند. با خواهش خودم می‌خوام که امین وطن عزیز خود رو محافظت کنم و به خدمت خود با خواهش خودم میرم و میخوام که هر یک جوانمرد، هر یک امین جوان تاجیکستان عزیزمان باید خدمت رو ادا نماید، چون که این قرض اون وطن ما میباشد و باید ما هم امین جوانان باید خدمت رو پورا ادا کنیم، زیرا که این وظیفه ماست و وطن مادر خود رو عزیزمان رو محافظت میکنیم. وطن ماست آزاد، وطن ماست آباد، وطن گوی مخانه، وطن زیما شود. تاجیکستان به پیش. 1 اپریل که همچون روز دعوت شونده دانسته می شود، شماره زیادی اختیاریان برای اجرای این رسالت انسانی به نقطه‌های جمع‌شوی که در کمیسریات‌های حربی شهر و نواحی ولایت تشکیل شده است از کمیسیای طبی با سربلندی گذشته همچون جوانان سالم و بردم به صف نیروهای مسلح در یک روز پورا سفربر شدند. من اختیاری به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم. این را همچون یک ناموس وطن دوستداری دانسته با جوانان پیشنهاد میکنم که هر یک جوانایی که به سن خدمت رسیدن آنها باید خدمت وطن مادر را کنند و صف قوای مسلح داخل شوند. حفظ مرز و بوم وطن این برای هر یکی ما شرف و ناموس است. از جانب مسئولین کمیسیای دعوتی بهترین طبیبان و متخصصان صاحبی جلب شدند که از میان دعوت شوندگان واقعا جوانان سالم و بردم را انتخاب و به خدمت عسکری سفربر کنند. اختیارا حاضر شدن جوان پسران و در مهلت کوتاه‌ترین اجرا گردیدن نقشه دعوت به صف ارتش ملی بار دیگر اثبات آن را میکند که جوانان سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را همه‌جانبه پشتیبانی کرده با عزم و اراده قوی در حمایت این سرزمین نیاگان آماده خدمت میباشند. جوانان هوشیار و زیرک و دانا این همه تلاش‌های سازنده رهبریت عالی مملکت را همه‌جانبه درک کرده در پرتو سیاست حکومت کشور که برای رسیدن به هدف‌های عمومی ملی روانه گردیده است از خود حصه ارزشمند می‌گذارند. فرزند من ماجسترانت کورس اول اکادمی اداره کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فاکولته اداره کنی دولتی و اقتصاد میباشد. با خواهش خود با عریضه خودش امروز به خدمت مادر وطن رفتنی است و من بسیار خرسند هستم که البته برای آنکه ما صلح و ثبات وحدت ملی خود را پایدار نگاه داریم، البته فرزندان ما باید قرض فرزندی خود را در نزد وطن ادا کنند. تلاش‌های خسته‌ناپذیر سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان بود که قواهای مسلح را در زیر خیمه در جای خالی تأسیس داده آن امروز به یک ساختار منظم و معاصر و مقتدر و با اعتماد دولت و ملت تبدیل یافته است. امروزها بدوباش افسران و عسکران و تامینات پایگاه مادی و تکنیکی حامیان استقلال به مراتب بهتر و خوبتر گردیده در این سهم مشکلات موجود نیست. من علی افغان‌مرزا اختیاری از ناحیه مرغاب باز خدمت مادر وطن میروم. ما جوانای ناحیه مرغاب تاجیکستان را مثل مادر دوست می‌داریم. همین است که امروزها فرزندان ناحیه‌های درواز و مرغاب، اشکاشیم و شغنانونج و روشن روشقله و مرکز مأموری ولایت شهر خارو و افتخار باید ذکر نمود که ما تجلیل این صحنه خیلی بزرگ و تاریخی را با رویه بلند سازندگی و بنیادکاری در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی و یگانگی و یکپارچگی مملکتمان آمادگی دیده ایستاده‌ایم. اما باید قید کرد که این تنجی، این امانی، این آسودگی که امروز داریم با دست آمد با برطرف کردن زیاد مانع‌ها، زیاد دشواری‌ها و رول قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در تامین حیات امروزه ما خیلی بزرگ است. نظریه و عمله دولتداری نشان می‌دهد که به نیروی
حربی و نیروهای نظامی دولت هرگز وجود داشتن نمیتواند. ممکن یکی از سببهای سر زدن جنگ شهروندی در آن سالهای دشوار در مملکت ما محض از زمین عبارت بود که این رکن مهم دولتداری نیروی نظامی قدرتی در آن زمان وجود نداشت. با نظرداشت این عامل و وضع فاجعه بار موجوده، با پیشنهاد و تشبث سیاست عاقلانه و دوراندیشانه رهبر تازه انتخاب جوان دولت و دوره رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، فرمان ریاست شورای عالی درباره تأسیس دادن قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ماه دکبر سال 1992 به امضا رسید. سرچشمه‌های زیاد تاریخی از قبیل اوستا، شاهنامه، تاریخنامه تبرئه نرشخی، سیاستنامه نظام الملک، کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов و دیگر منبع‌ها گواهی میدن که قوم آریایی نه تنها سپاه نیرومند داشت، بلکه علم و صنعت عربی را نیز خوب از بر کرده بود. شاهان سلاله‌های گوناگون آریایی به لشکرشان و سربازان احترام خاصه داشتند و این قشر در ساختار دولتداری و جامعه مقام و امتیاز بزرگ داشت. در زمینه این میراث گوناگون جنبه و گرانبهای تاریخ ملت با رهبری و راهنمایی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ظرف 30 سال جمهوری تاجیکستان در تمام جبهه‌ها کامیابی کلان را به دست آورد. از آن جمله اقتدار مدافعی آن نیز به مراتب تحکیم یافت. صدا انشاءات انفراستراکچور عربی بنیاد و تعمیر گردیده، زمینه تکنیکی قوای مسلح مستحکم گردید. در پیام نوبتی خود پیشوای ملت با نظرداشت وضع امروزه جهان بر تحکیم من بعده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان دستور مشخص دادند. دولت و حکومت تاجیکستان در قطار مستحکم نمودن بعض عربی قوای مسلح عاید تامین شرایط اجتماعی هیئت شخصی نیز تدبیرجویی نموده چندین بناهای استقامتی برای افسران و خدمتیان عربی ساخته به استفاده داده شدند. قسمت زیاد انشاءات عربی به طور زمانه ساخته شده، در آنها شرایط زندگی و خدمت خیلی بهبود یافت. برای واخوری با والدین و اهل عالیه، برای سربازان خانه‌های مخصوص با تمام شرایط برای زندگی ساخته شده. چندین والدین با فرزندان خود در آنجا اقامت داشتند. رخصت دادن به سربازان بخصوص به آنهایی که اهلیت دارند اجازه داده شده است و سربازان از این امکانیت پر را استفاده میبرند. خوشبختانه تامین خوراک و پوشاک امروز یگان مشکلی ندارد. با قبول علاوه و تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهدارای حربی و خدمتی با جوانانی که خدمت حربی را به جا می‌آورند یک قطار امتیازات داده شدند. از جمله کار در ساختارهای وزارت کارهای داخلی، پروکراتور، سود، گمرک و دیگر مقامات حفظ حقوق به ادای خدمت حربی به کار قبول کردن منع است. در مقامات اجرایی حکومت دولتی برای به کار داخل شدن به نفرانی که خدمت حربی را ادا نمودند برتریت داده می شود. به زمین خدمت در صف قوای مسلح نه فقط مکتب مردانگی بلکه آموختن کسب‌های گوناگونی می باشد که در حیات شهروندی برایشان کمک خواهد نمود. اینچنین اسکران به آموزش وسیع زبان و تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک فرا گرفته میشن تا که در سرشت آنها هویت ملی و وطن دوستی را مستحکم گردد و از لحاظ روانی ذهنی آنها همچون شخصیت به کمال رسیده تربیت یابند. به معنای دیگر خدمت در صف قوای مسلح مکتب تشکل شخصیت و جوانمردی بوده. پس از ادای خدمت سرباز چون شهروند از همه جهت پخته و آماده به حیات جمعیتی وارد می گردد. حاضرین گرامی، با قناعتمندی باز ذکر نمود که طی سالهای آخر سطح مسئولیت و درک وطن پرستی اهل جامعه مخصوصا قشر جوانان ما با مراتب افزوده، مشکلات از قبیل سرکشی از خدمت
و پیش آوردن بهانه‌های گوناگون به خدمت رفتن قریب از بین رفته ایستاده است. از جمله جوانان غیور دلوت ولایت مختار کوهستان بدخشان در 2 سال آخر با درک عمیق مسئولیت در نزد وطن و جامعه خود اختیاری با کمیسیون‌های غربی حاضر شدند و آمادگی خود را جهت حمایت مرز بوم وطن مقدس و صلح و ثبات اظهار می نمایند. با افتخار و سربلندی اظهار نمود که ولایت نقشه 4 معرکه آخر دعوت را در روز اول اجرا نموده به این وسیله صداقت خود را به وطن و سیاست پیشوای ملت و جمله حکومت جمهوری تاجیکستان نشان دادند. از جانب رهبرت عالی مملکت پیشوای ملت چنین مناسبت مسئولیتناک و وطنپروانه جوانان ما و عموما کلش مردم شریف بدخشان سزاوار تحسین و احترام خاصه قرار گرفته پیشوای ملت قریب در همه چهاربینای سطح بلند از آن یاد کرد و این عمل جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان را برای دیگران نمونه عبرت خواندند و چندین بار به جوانان، والدین آنها و در عموم مردم بدخشان اظهار تشکر عرضه نمودند. از این لحاظ با استفاده از این فرصت میخواستم بار دیگر از نام خودم، از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با کل سربازان دلیر شجاع، نوسکران و والدین آنها، فعالان جمعیتی، هیئت کمیسیون دعوت، کارمندان مسئول مقامات دولتی، استاد بین اداروی جهت متشکلانه تشکیل نمودن معرکه دعوت به صف قوای مسلح تاجیکستان و نشان دادن مسئولیت بلند شهروندی اظهار سپاس می نمایم. با اعتماد کامل گفته می توانم که این عنعنه نیک این سال و سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت، چون که دفاع خاک وطن و حمایت یکپارچگی ثبات جامعه برابر با حفظ ناموس و شرف والدین، عائله و ملت است. ما باوری کامل داریم که امروز که شما آماده خدمت هستید، نوسکران با رفتار نمونوی، رعایت ترتیبات آیین‌وی، از خود نمودن دانش مهارت حربی، تحمل پذیری، جوانمردی و اراده قویتان قرض فرزندی خود را در نزد مادر وطن و خلق تاجیکستان ادا نموده با تن صحت سر بلند به نزد والدین و اهل عائله و دوستان برمیگردید. در این راستا برای شما سلامتی تن، اراده قوی و کامیابی تمنا نموده برای والدین محترم بار دیگر جهت تربیت فرزندان با ناموس اظهار سپاس می‌نمایم. راهتون سفید، سربلند و خانه‌آباد باشید نوسکران عزیز. از این رویداد فرافیزای خود اختیاران مادران سربلند ولایت بار دیگر باوری حاصل می‌نمایند که جگربندان به کمال رسانیده‌شان چون سپری با اعتماد در اجرای عهده‌داری‌های حربی خود صادق می‌مانند. پدر و مادران ولایت مختار کوهستان بدخشان از آن افتخار و می‌بالند که فرزندان آنها در قطار دیگر جوانان شجاع میهن خاک مقدس کشور را از خطرهای احتمالی همه‌جانبه حفظ می‌نمایند، زیرا تامین امنیت دولت زمینه اساسی حیات آسایشته مردم به شمار می رود. خوشبختی مادران تاجیک در آن است که ما در فضای صلح و ثبات زندگی کرده ایستاده ایم. دعاگوی آن هستیم که فرزندان ما وطنمان را حفظ می کنند. من امیدوار هستم که فرزند من خدمت مادر وطن را ادا نموده صحت سلامت به پیش من برمیگردد. جوانان سفربر شده از عائله‌های زیایی و کارمندان ساختارهای دولتی باشد 36% را تشکیل می‌دهد. در این روزهای فیروز بهاری با جوانانی که کورس‌های مخصوص رانندگی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ولایت مختار کوهستان بدخشان گذاشتند، در وضعیت ادانه شهادتنامه رانندگی تقدیم شد. خدمت وطن برای هر یک جوانمرد شرط و ضرور است و هر یک پاره که وطن برای مقدس است و هر یک شهران باید خدمت کند. عیان گردید که اکثریت سفربر شدگان از عائله‌های زیایی بوده، بیشتر اختیاریان دارای معلومات عالی کسبی میباشند که در ادا کردن قرض وجدانی که 1 سال پیش بینی شده است برای خود مکتب دلیری و مردانگی میشمارند. بعد ختم دانشگاه خود اختیاران به سر قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای خدمت به خلق و وطن آمدند. جمع‌آمد تنتنوی گسیل جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان با تهیه برنامه جذاب وطن دوستانه هنرمندان اصیل ولایت مختار کوهستان بدخشان حس دیگر بخشید. با پیشنهاد سرود و ترانه‌های دلاشوب، رقص و بازی اسکر بچه‌های نودعوت شده و والدین آنها با دعوت بهاری دلیران متین اراده ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف قواهای مسلح انجام بخشید.